در شهر عمان پایتخت اردن چمپیونات آسیا اوید به بوکس میان نورسان و جوانان به انجام رسید. تاجیکستان را در این چمپیونات 21 ورزشگر، 11 نفر از میان جوانان و 10 نفر از میان نورسان نمایندگی میکردند. کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داد که مشتزنان تاجیک از اردن با 8 مدال، 2 نقره و 6 برنجی به وطن برمیگردند. در روزهای آخر مسابقه های میان جوانان، مشتزن تاجیک عبدالرحیم یعقوبوف در وزن 60 کیلوگرم محاربه کرده جای دوم را اشغال نمود. عبدالرحیم تا رسیدن به فینال در 3 محاربه مقابل ورزشگران تایلند، هندوستان، ازبکستان دست بالا شد، ولی در رقابت نهایی از حریف قرقیزستانیش الماز اورزبیکوف به حساب 2-3 مغلوب گشت. در چمپیونات آسیا میان جوانان با 3 ورزشگر دیگر از تاجیکستان، یوسف فوزلوف، نورلنبک ارماتوف، اکملجان عبدوولیف سزاوار جایهای سوم و مدالهای برنجی شدند. همین طور ورزشگران تیم تاجیکستان در چمپیونات آسیا میان نورسان نیز 4 مدال به دست آوردند. انوشیروان فوزلوف صاحب مدال نقره گردید. هنگامه ایسایوا، رسلان غفوروف، رستمجان اشوروف صاحب مدال های برنجی. چمپیونات آسیا اوید به بوکس میان نورسان و جوانان در شهر عمان اردن از 2 تا 14 مارس ادامه داشت. در چمپیونات ورزشگران از 21 دولت قاره آسیا اشتراک کردند.